ساکن ناحیه وسه جماعت دهات توگرک خالمومین خالقوف در دهه صلح‌آباد نفری کهنسال‌ترین میباشد. 96مین بهاری عمرش در بستر بیماری میگذرد. دستگل تغی نظر و کلینش از وضع سلامتی موسفید دائما خبردار شده میایستد. ایشان نقدر پروردگار کمک کنه. خدای تعالی کمک کنه. سلامتشون اکی عمر رفته. پیرن اخی امی یک روز ساز باشم با 3 روز دیگه کسل. نمی‌جوده یک دکتر داریم گلناز میگم امی 2-3 روز ده گوی گریب میشن گوی تاس میکنه گوی خفقه میزنه. میگه خیلی اکی عمر رفته چخیل قینه یوخی. محتاجن که امی یکون تا ایدر بود روی قطیمو صحبت کنه. خرسان شیم محتاجن امی چیزی ده. دستگیری یگون دیگه هسته؟ نه یگون جو دستگیری شکرانه فرزندو. نمی فرزندو خودشون نگاه میکنن. بالای سری امک خالمومین این خلطه داروواری ها میستند. داخل خلطه آنتیسپتیک و دیگر داروواری ها آن موادهایی میباشند که برای پیشگیری بیماری کرونا ویروس امک خالمومین قریب که همه روزه از آنها استفاده مینماید. فرزندان میگویند که وقتی که بیماری کرونا ویروس پهن شد موسفید بیمار شده خسته و اشتهایش بند گردید. فرزندان نشانه های بیماری کرونا ویروس را در او دیدند لیکن به بیمارخانه نبردند. برای پیشگیری این بیماری با مصلحت همسر امک خالمومین خاله تنوغه ایگنبردی و اسپند را استفاده نمودند. از همان وقت من بعد تیز انا همین طرف در این اویله اسپند را استفاده می نمایند. اسپند دود میدوزیم گودا خودمون کسلش دود میدوختیم. سر میشتی میرفتیم بچم. یکون کسلی تر نبود. من ناو شنیدم که این تر کسلی گنده ده. دود میدو گودا همش دود میدوختیم. نه کسل بشتم نه هیچ میگفتم. پایدک میکنه همه چیزم اسپند پایده میکنه. همه چیزم. امک خالمومین از بیماری شفا یافت اما متاسفانه دیگر مداری از بستر بیماری خستن نکرد. همسرش خاله تنوغه 80 ساله است. آنها هر دو دستنگر می باشند. پدر و مادر در نگاهبین اوروزلی خالقوف یگانه پسرشان می باشند. کمک تا یگان مراجعه نکردیم تا همچنان. خیلی خدا با شکر خودم کار میکنم. هم مسافیده هم شاشه خودم شهرات تور میکنم. خیلی که یگان چیز نکردیم. مراجعت نکردیم. نه نکردیم. یگان جو مراجعت نکردیم. خب گفتیم ما شکرانه فرزندو حق پیر کامپیر یوم دولت هنموده. یوم اکه چی بگم آدم قدردانن. فرزندو نگاه میکنن که ما نرفتیم. چهار پیر چهار تربیت. همین شکرانه دولت همیو گفته گشته استیم نمیدونم اکه این اویله زندگی خاکسارانه دارند. با ماهانه 400 سومانی اوروزلی روز میگذرانند. نفقه بابای خالمومین و مامای تنوغه برای خریداری داروواری صرف میگردد. با کمک و دستگیری نیاز دارند. با وجود آنکه از وضع شرایط زندگی این اویله کمیته محله خبردار هستند اما در روی خط اویله های کمیزاد این اویله رو به قید نگرفتند. احتیاج هست. احتیاج نمیشه که وزیرت همی شرایط هم قینه یوخه. همی چرا قینه؟ مسئله کمیزاتی ده نه؟ کمیزات نوشتگی هست ایو در روی خطش هست. نمیدونم 400 چندم نوشته هست ایو. لیکن یک بار رفته بودم پیش وکیل ده گفت که کمیزات هست ایو. هست ایو لیکن یکون نیست نه. اون کمک نشده تا همچنان. در دوره بیماری کرونا ویروس با مقصد پیشگیری از پهنشوی این بیماری از جانب دولت و شخصان سخاوت پیشه به بیماران و اویله‌های کمبیزات کمک‌ها رسانیده شدند. وابسته به مراجعت ساکنان در شعبه حفظ اجتماعی ناحیه وسه در این دوره شماره کارمندانش از 1 نفر تا 4 نفر کارمند زیاد شدند. شعبه مذکور با پیشنهاد جماعت شهرک و جماعت‌های دهات اویله‌های کمبیزات را به قید گرفته کمک‌های پیشنهاد گردیده را به آنها می‌رسانند. شماره عمومی کمبیزات‌ها در ناحیه وسطی به 4589 نفر میرسد که از آنها 516 نفرشان طبق متدی معینی همین برنامه ما از اویله‌های کمبیزات خط زده شدند و باقی مانده 4073 نفر دیگرشون همچون اویله کمبیزات تعیین شدند.
مطابق ماده 16 قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره حکومت جمهوری تاجیکستان و با مقصد عملی نمودن فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 5 ایول سال 2020 تحت رقم 1544 درباره پیشگیری تاثیر بیماری سیراتی کووید 19 یک قطار کمک‌های یک وقتینه شد که یک از این کمک‌ها از طرف خود جناب عالی هم کمک یک وقتینه به عائله‌های کم بزاعت 400 سومانی و باز از طرف بانک عمومی جهانی برای عائله‌هایی که دارای کودکانی تا سن 3 ساله هستند به مبلغ 500 سومانی کمک رسانیده شد و از این شماره در ناحیه واسه گیرندگان کمک یک وقتینه از طرف جناب عالی به مبلغ 400 سومانی به 1361 نفر میرسند و از طرف بانک عمومی دولتی باشد شماره گیرندگان کمک یک وقتینه که دارای عائله‌هایی که دارای کودکانی تا سن 3 ساله می باشند به 586 نفر میرسند که در حجم 293,000 مبلغ به آنها کمک یک وقتینه رسانیده شد. نه 400 سوماش گرفته نه 500 سوماش یگونشان نیست. گفت که هم کم زیاد هست گفت. سپسکش هست گفت. نیست یگون بار. این بلانکو از وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی عالی جمهوری تاجیکستان داده می شوند و در داخل همین بلانکو کپی های پاسپورت های شهروندای عائله کم بزاعت در کار می شود و اینچنین سپرات که از جای استقامت عائله داری و تمام. در وضعیت بیماری کرونا ویروس از جانب دولت صاحبکاران شخصان سخاوت پیشه به نفران بیمار و عائله‌های کم بزاعت کمک‌های یک وقتینه رسانیده شدند. این کمک‌ها از موادهای خوراکه و داروواری‌های عبارت بوده. به ناحیه واسه از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به عائله‌های کم بزاعت رسانیده شدند. حکومتمون جماعتمون که همین مثال دستگیری میکنن مثال اینا خیلی در عائله کم بزاعتیم رحمت کلان سلامت باشه. یگونجا بیغرض همین پنسای گرفتگیشون دیگه از یگونجا ما کمک هم ندیدیم. شنیدیم که در وقت هم کرونا ویروس هم تری یوردم هست هم تری کمیزو توده میکنی ندیدیم. یگونجا تری کمک ندیدیم. همین گونه کمک‌های یک وقته و داروواری‌ها از جانب صاحبکاران به مرکزهای سلامتی و بیمارخانه‌ها رسانیده شدند. یگون بار گفتگی نیستیم. یگون مایدان نگرفتیم. همچنان. یگون کمکی ای سیمیس سوید یگون چیز نیستم. یادم نکرده هم داشت نبودم نکرده بود. لیکن از این کمک و دستگیری ها عائله خلی خفا از دهه عبرت به نصیب ماندند چون که این عائله در روی خط عائله های کم بزاعت به خیر گرفته نشده است. نشانه های سریسنگی سابقه دار مهنت، وضع سلامتی و شرایط روزگار عائله خالمومین خلیقف از مد نظر دور ماندند. به همین مانند عائله ها ممکن خیلی زیاد باشند.